السلام علیکم دوستانی عزیز. امروز شغلی که میبینین 18 اوگوست ساعت 1:20 شب و کورس در بانک ملی تاجیکستان 1000 روبل 164 سومان شده است و بانک اسخط، الف بانک، سپیدامین بانک و دیگر بانک ها باشد. برادرای عزیز 1000 روبل 163 سومان. شغلی که میبینین دلار در بانک ملی تاجیکستان 10.25 یورو باشد 10.44. برادرای عزیز لایک подписаться را فراموش نمیکنید. ویدیوی نو را انتظار باشید. باقی سربلند و آباد باشین.